سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امشب اومدیم با اون سبک فیلم های محبوب و ترسناکی که همه شما عاشقشید به نام دیده شدن جن و ارواح توسط دوربینای مداربسته یا مداربسته. مسئله این است و الان بچه ها ساعت یه لحظه ساعت نگاه کنید چنده، نزدیک 4 شبه و مثل سگ خوابم میاد. یعنی مثل سگ خوابم میاد و چشم اصلا باز نمیشه. اما خب تا این فیلمو نبینیم آروم نمیگیریم و خوابم هم نمیبره. بریم سراغ این ویدیو عاشقان و معتادان فیلم های ترسناک. این فکر کنم از این جستجوگرای عربه. به نظر این فیلمو یه جا دیدم فکر کنم. یادم بسم الله. ايش هذا؟ بسم الله. معقول الحمامة سوت الصوت هذا؟ بسم الله يا اخوان ورب الكعبة، اصوات ما هي طبيعية. في احد في المكان؟ بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. یکی طبقه بالا داره راه میره باشی. این خونه رو از کجا بیرون کنن؟ والله يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خفافيش هذه وضعها خطير، وضعها غريب. هذا فيها بلاء. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اوه و هیچ ناموسن بهش نمیخوره ساختگی باشه، نمیدونم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فکر کنم بار اولش انقدر قرآن میخونه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وای حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل. اینه که کات میخوره خلاصش، یعنی این لایو فکر کنم 2-3 ساعته. این چیه؟ این همونه یا یه فیلم دیگه؟ این شیت.
توجه سخت اینا رو بگیم کدوم یکی ساختگیه کدوم یکی واقعی، مخصوصا این. خواهشن تو کامنت ها حتما یه کمکی بکنیم بهم. چه درختی آجی پشمو. دیدین اون پایین رو نگاه کن. خود فیلم برداره متوجه نشد. این احتمال داره ساختگی باشه فکر کنم. شاید بچه میمونی چیزی بوده. نگاه کن یه بار دیگه. نه بچه میمون نیست. اینجا فکر کنم مدرسه یا بیمارستان جاییه. حاج آقا الان چرا تو خونت دوربین گذاشتی؟ تو الان فاز چیه؟ چی میخوان بیان بدزدن از تو خونت؟ وای اون چی هاشی پشت پنجره؟ وای اوه شیت. من ناموسا دوست دارم بدونم چرا تو این خونه دوربین گذاشته. نمیدونم. این دیگه چیه؟ ای؟ اصلا این آخرین ناموسن چیز دیگه بود. واجی خیلی عالی بود. پشمام ریخ انصافا. اگه دوست داشتین از این پارتو بیشتر بذارم لطفا این ویدیو رو لایک کنین و کامنتش داشتین بذارین. سابسکرایب کردن چنلم یادتون نره. اونایی که هم سابسکرایب کرده بودن چک کنن اون سابسکرایب نخورده باشن. عاشقتونم. تا فیلم‌های بعد. خدا نگهدار.